به نام خدا، به عرض سلام و احترام به خدمت شما بیننده‌های عزیز کانال زیبایی‌های افغانستان. خوشحالم که یک روز دیگری الله پاک ما توفیق داد که به خدمت شما باشیم. دوستای خوب نازنین، به ولسوالی زیبای کروخ آمدیم، به قشلاق اسیا کمرک. بسیار یک جای سرسبزی، یک جای زیبای دیدنیه. میریم که کاروبار، رسم رواج، عنعنات مردم به تصویر میکشیم. از شما خواهشمندیم که به خدمت شما هستیم، جای نریم، همراه ما باشیم. از شما یک خواهشی دارم، اول که بسیار تشکری میکنیم، خداوند شما رو خیر بده که همیشه کانال ما رو حمایت میکنیم. بازم بیشتر لایک کنیم، شیر کنیم، سابسکرایب کنیم. کانال از خود شما است. هر جا که شما فرمایش بدیم ما به راه دوردست، به جای دوردست میریم، از منطقه شما تصویر برداری میکنیم که شما یک خاطر تازه کنیم. خب بیاین که بریم، همراه ما باشه. منیم داخل قشلاق. کاکا مونده نباشیم. سلام، زنده باشیم. اول شما خوبه؟ الحمدلله، شما خوبه؟ سلامت باشیم. زنده سفرها باشیم. بخیر. خوش آمدیم به این کروخ شما. سلامت باشیم، زنده باشیم. به سیاه گندم آورده بدیم یا سیاه شما نه، گندم بیاوردیم که به سیاه کنه. خب چند من؟ یک 50 من هسته. خب من چند یارد میکنم؟ این سولری 20 من یک من، خدا خیر بده اینا. 20 من یک من. بله ها. خب با پول حساب کنین چند نمیفته که؟ به پول 100 روپیه. فعلا گندم به 100 روپیه، 100 روپیه. من 5 روپیه آردیو. بله ها. من 5 روپیه شما موز میگیرن کارد میکنن؟ کارد میکنم. بله ها. خب چند سال میشه کاکا که سیاه اوی هم رفته؟ یاری تخمینا شاید 20 سال بیشتر بشه. 20 سال. بله ها. با این سیاه برقی شد، بعد از برقی ها با زنان سولری شد. سولری خیلی به نفع مردمه. خب تیلش ده؟ تیل دیگه حال نمیخوره، تیل گیرون هم هست. سیاه تیلی هم که بیده؟ سیاه تیلی بیده، حالی اونا را خاموش کردم، اونا لک کردم، اونا از مد برفته. حالی هر جا که هستم این سولریه، به نفع به مفید مردم هم هست. خب کاکا، بله همین آرد بله به کدو سیاه بیتر میایه؟ به می سیاه سولری چرا قاضی رم نمیستوزونه. به حساب 20 من هم یک من مزور میداره، پرده مردم قریب و قربا و دیگه میشه. با سیاوون هم چیزی میشه، تل نمیخوره، مثال از هفته برق میگیره. یعنی خیلی خوبه. خب این گندم شما بخریدیم یا ملکا خواهردیم؟ اینا رو ما بخریدیم. بخریدیم؟ بله. خب بسیار خوب. ملک چیزی هم داریم؟ نه ملک نداریم. مالداری چی؟ مالداری هم نداریم. چه کار میکنیم؟ روز مزدوری میکنیم، گاهی وقت بگیر میایه، گاهی وقت روز مزدوری بگیر نمیایه. چند نفر کاکا خرچ خوره؟ همین تا 6 هفته هستیم. دستیاره هم داریم؟ دستیاره هم بله داریم. گزار زندگی میشه به خوبی؟ همین تو نیم کله میشه، بازم خوبه، خدا رو شکر. الهی شکر کاکا جو. کاکا چند سال هستیم؟ من تخمینا 50 هستم. 50؟ بله. خب خوشحال شدین. یک چهار بیتی نمیخونه؟ چهار بیتی نه، هستم مریضم، صدا من نمیرنه که چهار بیتی هم باشم. خدا شفای بده. خیر ببینیم. تشکر از شما. زنده باشیم. سلامت. خیر ببینید که زحمت کشیدیم از شهر هرات قطر را بیاوریم. وظیفه ما کاکا. وظیفه ما شما خیلی رضایت سلامت باشیم. قربان شما. سلامت باشیم. تشکر از شما. چاشترم میمون ما باشیم. خیر ببینیم. خیر ببینیم. خیر ببینیم. خیر ببینیم. بخیر باشیم. عزیز، بازم به ادامه برنامه خوش آمدیم. امروز به ولسوالی کروخ به قلعه اسیا کمرک آمدیم. طوری که پیشتر گفتم
هجی ماما دیگه نمیخوام قدیمی منطقه هم و دیگه جایم خود لالا به سکیل بدم 360 دلار هزینه شما بدید سکیل؟ ها الان از اینا پرسان میکنی که کاکا با وقت جوانی ها خواهم سکیل میتایی میکردیم یا خیر مونده نباشه سلام علیکم. اول خوبه؟ وقت شما خوشه. سلامت باشید زنده باشید پدر من قربان شما ما هم از دیدن شما خوشحال شدیم از دیدن شما کاکو جو از کجا هستی؟ ما اکرین ویدی سمندرخان چند روز بیشتر بیرون بودم بسیار بسیار تشکر از شما سلامت باشید لالا چه کار شما نه؟ اینا پسر نام خدا چند پسر دارید؟ ما رو خدا 6 تا از یک خانم آدم یک خانم خب پسر و دختر چند اولاد داریم؟ فعلا 7 تا داریم 1 4 5 تا هم شد خدا بیامرزه یک دخترک فعلا داریم یک دختر دارم خب عروس کردیم ولی آب نوسان هم مثل این داچی بود نام خدا او وقت جلوه بده دیگه ولی ادومات خود چند پول گرفتیم؟ التماس به یک تا با مو ارزش داشته بله. دیگه خیلی پول بده خیلی بود پولا حالا چند نمیشه؟ پولا حالا دیگه من نمی‌فهمم چند میشه لک کامل لک دیگه فرق نمی‌کنه من که شده اون منه خانال باز لکای بود یک حال 100 روپیه میشه دیگه لکا قدیم لکا قدیم اگان 100 روپیه میشه سیدی میشه درسته؟ یا 10,000 میشه خدای کنه لکا قدیم 10,000 میشه درسته؟ خود شما با چند لک نامزد دار شدیم؟ من شیری گشتم دادم همشیری از او علی شوری بله خشمانی آمده می کوچی کم بالاتر بسیار خوب بسیار خوب کاکا بله عروسی شما بیاد شما هسته که غذای چی بود؟ غذا شوربا بود شوربا چند سال میشه که شما به می ختم قرآن یا به عروسی دست خود بخواسته شوربا تا نکردید؟ یاری خیلی بسیار وقت میشه حدوداً یاری از 30 سال بالا میشه به نظر شما همون شوربا همون بخشابک که کچالو داشت و گوشتش داشت به نظر شما هم ثوابی و هم برکتی و بیتر هم لذت نبود از این کال هنوز که این برنجا شده همه صاف هم شده ضربه هم خیلی میخوره درسته؟ چند ساله؟ من 70 بسیار تشکر از لطف شما سلامت باشید زنده باشید سلامت بعضا میکاکا حقیقت رسمی مرد بیشتر نگه کاکا میگه به افشاری ابرو میگه گیله کرد چی باید تو خوشت باید نه بقا نه باید بسر خیلی من شایدم اینه خب کربی هم داری کربی هم از خود بله تو کلام بارش که برو نمید تو کلام دیکن اشتنه سودا خوب ایلا شکر روز کن سودا روز یک افشازات سویدو نشه ببینید کنم افشازات بله او توما گندم و کربی و جو و موشینگ و ازان تو خوشت و اونو تو روش بشید بلین تشکیل سویدو نشه میخریم میخریم ما فروشیم با میفروشیم و برنو شهر میفروشیم الهی شکر برای خوشحال شدیم از دیدن شما شما زحمت داشتیم ببخشید از زحمت کشیدیم بیام آدهیم قربان شما تشکر از شما اگه چاشت بودیم شما ما در خدمت شما شما چاشته مثل که با تو
مثل می دوبای کلالا من آفرین اینا اون که خونه اینا این نفر دیام کجای خونش بچه خونه چه خوب بیاریم از اگه خیل میریم ای شکم فدای تو 100,000 جان و تن من گپا مفت اگر شنیدی همگی تو پرتو کو میکنم فدا جان را در شب فدا باشه به وطنی یک جا یک کسی بدو باشه از برنج لیلافر یک شیری نرم و چپ کاسه چکه در آخر بیخکلگی جلو باشه سبزیگر باشه لوبیا در آن مخلوط از خلال دردک جان یک کسی دل بری بادگیسی من بیا بری مخلب چینی شما جلتا ما رسید نه ما شما بیا دیگه شما پیاده قدیم باشه از ما تعجب بیشتر با شما میخونه شما بگید دل بری بادگیسی من بیا بری مخلب چینی چای کو میگم به 3-4 شربت بنندای عزیز 2 نفر با ما قبل 2 دادن گردن و من با شیعه 16 کیلومتر راه اینو دور یک هم میشه شما شما که فکر نکنم به 2 اختیار داشته باشید نه با 2 اسلامی چی؟ میگم اعلان اونا دارم چرا که کار کس با معامله که 2 تا گفتار دارم الله صبر عادی فرض بگم جنو تو خیر باشه خدا به شما راست میگید دوستا بیاین که خود شما استاسته بری برم برین قدم زنیم بالا مانده نباشید سلامت باشید اول شما خوبه الحمدلله مریض خسته کنی شکر خدا نه فعلا شکر الهی شکر اسم شریف خود بگید اسماعیل خب از این منطقه فرزند سید محمد خب از این جی بله. چه کاروبار داره فعلا بیکاریم بیکاره بله یک شغل وظیفی کو داریم نداریم هیچ ندارم فعلا هیچ ندارم بیکاریم کشاورزی هم نداره داریم کم بیش چند جریب زمین شاید داره 2 جریبه باشه 1.5 جریبه خب باشه باغ هم داره نه باغ ندارم خب به می 2 جریب زمین گزارش زندگی میشه الحمدلله شکر الهی شکر بیشتر چی میکنیم به زمین خب گندم بله امسال می 2 جریب زمین چند خروار گندم بده سینیم خرواره سینیم خروار بله. خب از سینیم خروار چند مصرف میشه شاید 10,000 مصرف بشه خب سینیم خروار سینیم من 100 ریپ 35,000 10,000 که مصرف شه 25,000 25,000 به چند ماه شاید 5-6 ماه باشه دیگه بیشتر کم 6 ماه برج 4,000 خب چند حاصل برمیداریم به یک سال یک حاصل یک گندم دیگه او نمیخوره دیگه خب با تا وقت گندم دیگه زمین خالیه زمین خالیه بله دیگه جا شادیت نباشه بعضی یاد سه میکنه او دارم این طرف او نداره دیگه هم او دقیقی حساب میشه خب بسیار خوب خوشحال شدیم برای دیدن شما سلامت باشید بسیار تشکر زنده باشید شما مانده نباشید سلام علیکم ازی برون خوبین قربان شما خیلی خوش خدمت آمدید هستیم کسی اسم شریف خود به مننده ما بگیم اقبال خب از این جی بله چی کار میکنه کار کشاورزی داره چند جریب زمین داره تقریبا 10 جری نام خدا بله 10 جریب یعنی خودی اجی آقا و برارایم یا نه شخصی از خود شما ما با هم کشاورزی میکنه 3-4 برای خب سه ملک خودشون دیگه نه نه دیگه کس نه یعنی از پدر شما نه زمین نه کشتمنده بله نسبت کار خب نصف کار میکنیم بله
مثال میگم 10 خروار گندم از این کشتمندی از این آسیلا و از این زمینا ورداشتیم بله. چند حق شما میشه چند حق ارباب میشه؟ نسبه 5 خروار قانون 5 خروار سب زمین. خب شما نال برو از این زحمت میکشیم و دیوم از این از تخم و کت و ایوری برم که مصرف میکنی اونا چی؟ نسبه میدم. اونا رو هم میدم ها؟ نسبه ما که کمک میکنم میسپرم. پس تو خوبه همه چیز میمانی مده بله نسبه. از خود شخصی زمین نداریم نداریم نه. باغ هم نداریم نداریم نه. خب بله. درس بخوندیم نه. هیچی نرفتیم هیچ نرفتیم. پشیمون نیم رفتیم شره. خب اقتصاد ضعیف بود. راست میگه اوضاع کشمشی کمه بله. فکر کنیم شما حال دیگه وقت شما شده که بریم به مکتب بله. به مکتب بریم بله. نیت شما هست که چه کاره بشیم 10-12 سال بیشتر کمتر درس بخونیم خب ما که دیگه معلم میشیم. خب ما که مثلا یک سواد یاد گیریم که به درد شما و به درد ملت بخوریم خود ما به درد جامعه بخور. اقتصاد ضعیفه. نه شود و بالاخره خب کار کردین که نرفتیم به مکتب بفهمین چره بله. به خاطر از که شما اگه 20 سال به مکتب میرفتیم اصلا هیچ چیز یاد نمیگرفتیم بله. درسته بله. خب این تا یک چهار تا ما وزینا یک گفتگی دارن که 7 سال بعد رفتیم اسم خوربلد نشدن که بنویسیم. من بر رقم با بانک صحبت کنم میفهمم یک چهار بیتی ببینید دامو بخونید شیر مادر داری انمی پختگی یک چهار که بابا پختگی داره هیچ باید بخونی. داریم دیگه اگه لالا به جلوی دوربین بخونم برای اینا جایزه میده بخون غری بخون یاد داره هیچ غری جو ما میگه خوندن ولی خجالتی داره خودی نخواه خیلی زبایی بلدیم بگیم نه. غری بخونم. شما یک دقیقه اجازه بدیم بعد زب نکنیم چه میمه نون خوردن یاد داریم نه. هر چی میگم میگم نه خب خیر بینیم تشکر بخشش باشه عادت شما بعد زب هم بشدیم بینندای عزیز برادر گل ما هم برای شما یک ربعی هم بگم یک چهار بیتی هم بخونم برادرها به افتخار نه هل چکه زنیم اسم شریف خود اول بگیم رمضانم خب از پین ملک روخم خب اپای مال اینجا چیکار میکنی همینجا سرای من رو سرا شما اصلی خو از اونجی بله خب تفلک بچه شما نه بله پسرم خب این همه بچه نبود که بله این اون محکم بگید که لالا دکندار یار آدم همین لالا دکندار خیلی آدم برابریه آدم برابریه واقعیت بگم واقعا ایت انسانی هست که شاده هیچ وقت فکر نکنه شما از یه آدم دق شده باشین درسته؟ خب از این دنبال من زمانت بچه شما رو کردم بله اون لالا دکندار میگفتم همین بچه از اون دگاه برفته خیالا رو دزدی کرده پیر محکم بگرفتی من گفتم لالا جو گناه داره بعد من زمانت تعزیر میکنم که دیگه این کار نکنه درسته؟ دیگه کار نمیکنه نمیکنی کار غل داد دیگه خیره خب قول داد انال یک لطفی بکنیم به بیننده ما یک چهار بیتی بخونیم یاد ندارم لالا دیگه این کلمه رو دیگه یک ساعت خورشونه پهلو میکنی حالا یاد ندارم لالا لگه برامون از چرخ میده فقط کمر بریک میرخسی نه اتان بلدین نه این بلد نیم چوبزی چوبزی کم اگر خب مثلا شما دستاخور یلدین مثلا دستاخور چوبزی فکر کنیم من طرف مقابل شما رو چوبزی میکنی اشته همین کم اگر چوبزی اشته بره انا میتونم چوبزی نه برین دستاخور بیارین دیگه صاحب کنیم شما صاحب کنیم بیارین دستاخور بگیرین دن 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 چکر چرخم داره
لا 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 بیبی شیرینه در گل لبان دیوایا لا 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 دین 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 لا 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 بریم عطانیه لا 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 بریم یلا دین خور یالا اول به خدا گویم دیوم به رسول با عالم یک نام گلک شده منشور از بی صبری کسی به جا نرسید از صبر رسید ایام صبور خدا دوستی بگو چراری یا چریا واه 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 خیر بینیم ماما جو خیر بینیم بینندای عزیز هجی ماما عمال یک روایی گفتم منطقه ما به زو بر بدیم و بالاخره روایی از اینا قطع شد نیمکاله حال برای شما یک روایی میگم از زمان قدیم عروسی های قدیم به یاد خواهد آوردم یک چک چک به مفتخار ماما برید یالا اول به خدا گویم دیوم به رسول با عالم یک نام گلک شده منشور از بی صبری کسی به جا نرسید از صبر رسید ایام صبور خدا دوستی بگو چریا یالا به قربان سال امسالی را کاسه های نیمپور و نیمخالی را هر سال مردم دوغ به نازپوز میخورد امسال دوغ گیری جای چنگلی را خدا دوستی بگو چریا میبینی کاکا شاعرم میفهمیم به مو دو نفر انداختن گفتم اما دو نفر که گفتم ما با شما دوغ میاریم آستا آستا کناره کردن کش کدوم ندیدیم لالا که گفتم ما اختیار خود نداریم به دوغ آوردن دیگه برادر اما چی شدن شما گفتین دوغ میاریم نه اینا برار اینا بود برار از اونا بده خب همه لالا رو هم صدا کنیم بیایی شما بیایی دقت بالا ما به دل شما شد خب اسم شریف خود بگی اسم من عبا خب از امین جیم علیه از پی مالک رو خب کاکا دو دونه روایی گفتم شما از سویدی شما نشد باشو پس یک چیزی بخونید بله یک چیزی شما بخونید من خوندن بکو بلد نیم چربیتی بلدیم چربیتی کم خیلی نه یک چک چک برادر چربیتی وای غلینا کوچه و بازار باشه آخ نه چنگ و لب و دوتار باشه آخ لب و چنگ و نه دوتار برنجی آی غم گلک بدل بسیار باشه وای شیر مادر یاره آفرین یک چک چک بزن تشکر بیننده‌های عزیز اگه ما با جا شما باشیم شما با جا ما باشیم خب همال سکیل از همین اردو اجماما مستونیم اینا کلا همین سکیل میگه قید میکنی یا همین سکیل مثلا میگم میبرین تسلیم میدیم به رسولی کروخ که دیگه کاکا سوار نشن ما هم هسته که متوجه نبید آقای فیلمبردار از همین جگاه به یک سرعت که باور کنیم نیه خواشه به دم به سکل گیر نمیکه کاکا جو اول کردون فرمانده نباشید جوانده واسه چیری جوری مستر نمیسی سوال چرا اول دورور سلام چی ریزی کاکا کورت زیم خب دیگه رای نمیفهم من خب کاکا جو مسیراتی چخی نواتی هلو آجی بگو عجله بیتر یا کچی بیتر یا دست بکتی تیستری گفتم حرف نداری چرا سری نف نداری چوب کنی یک دیگه چوب کنیم خب کاکا جان جو
از کجا هستیم؟ همین جگایم از میگی. خب همه برادرها شما خواهش کردن که یک 4 بیتی بخونی. جوانا چیشته ایم آمین بگوییم دلارام ای کلمه از برای دین بگوییم جانم الله کلمه از برای دین محمد به وقت مردن به پشت سرم یاسین بگوییم در بگیری ظالم که چی بگویم گل کم نمیشه لالا جانو جو دل پر غمم بی غم نمیشه الله دواز ملک خارج هم بیاریم به زخم دلم ملام نمیشه بری رویت لایقش نداره که چی بگویم چلش نداره آب نظر مردم هستم ملنگی بی از خدا که پرسش نداره الله به یک رخ کله بادام دارم نشب خوابون روز آرام دارم تمام مردم به جانم دشمن بگرده امید به خالق جبار دارم الله کجا هستی که والد نمیایه شدم دلگیر که پیغامید نمیایه عریضه میدیم روزه 300 بار عریضی ما به دربارید نمیایه الله عزیزی بی بفانال شکن شد بالم دوست ولی بدخواب من شد الله تمامی عالم بگشتم الله بی عالم گذارونم ستم شد در بگیری ظالم سامده یار یک چاک چاک به افتخار کاکا. کاکا جو یک چای امرو رو بشه کاکا جو دعا میکنین که خدای پاک شما 100 سال دیگه عمر بده. همین 100 سال اول کشید کرد واقعی اینا با سوخت از اینا گرفته واسطی که یاد ندارم. درسته ماما؟ اگه یک 4 بیتیر مثل کاکا شما خوندیم خوب معذرت بخوام من میگم دیگه پچه سوخت شما یار میگیرم اجاده باشه سر 5 وقت نماز استاده باشه الله سر 5 وقت نماز از صبح تا شب کتابی عاشق غیرم خوانده باشه یارمونم قلم با گر ببری ایران جانم جای با صفایه چی نجوا سر به هوایه الله میانه نجوا قبر خوج عبدالله انصار الله به ایران جانم شازادای جانم من بچه ایراتم اصلا من از ایراتم من شاخه نباتم از ایراتم هدیاتم یاره ماما یک چاک چاک دیگه هم افتخار ماما بده. ماما جو همیتا میری خیر به جلوی شما اسکناس را که پیسی خوراک یک شیه میوزی را که تا خدا جیب که بگریم شلی خوراک یک دایلنگی هم دایلنگی خوشی را نمیشه دستا آمده شلی را که یک شیه میوزی لالا جانو دیگه باشه میتو پینجایی بودم با کاکا که لالا مدن ندیده باشه سچوت نگفته که پول داری رفیقتن قربانی بنده کی بدم عزیزم داری برین گلستون نداری برین قبرستون سر از سینه مار پاری دیدی خورم ایشار مرم دیدی دیوانه دیدی بدیدی اسکناس و پیسم نیه سلام علیکم ببریدی چلو لالا چی شوکی زنده باشی کاکا بسیار تشکر از شما لالا کنو برم رار میگم یلا دین کم میرم برو دختر همه خیر به جلوی شما کاکا خیر بینیم. بیننده‌های عزیز دوستای خوب نازنین تشکر از شما که تا به این لحظه برنامه رو تحمل کردیم ما رو تحمل کردیم وقت برنامه به پایان میرسه ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم تشکری میکنیم از تمام همه جمعیتی که به کنار ما بسیار مردم مهمون نواز مردم خوش اخلاق از تمام دوستا صحبت های شنیدیم که هر کدومی که برادرها خدا واسه چیز چاره یاد داشتن به خدمت شما بیننده‌ای که
به کشورهای خارج زندگی میکنیم، خیلی دیگ آوردیم. اینا بازم برای شما تقدیم کردم، چاربیتی و شعر و ایور و ربعی. از شما خواهشمندم که کانال زیبایی های افغانستان همیشه حمایت کنیم، سابسکرایب کنیم، لایک کنیم، شیر کنیم تا به فردا شب که کجا نصیب و قسمت باشه. شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم. وقت زیبای شما بخیر. خدا نگهدار شما.